پروفسور رجبمت امیروف سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان صبح 26 مای در سن 67 بر اثر بیماری جگر از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه او قبل از پیشین در مسجد سر آسیای شهر دوشنبه برگزار می شود. رادیو آزادی از قبل همکاران رجبمت امیروف خبر داد که او سالهای اخیر از درد جگر رنج می برد، ولی با وجود بیماری تا یک هفته آخر به کار می رفت. امیروف سالهای آخر به حیث نایب رکتور دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسنزاده کار می کرد. رجبمت امیروف 28 اپریل سال 1954 در دهه بلوچاه نویه میر سید علی احمدانی به دنیا آمده سال 1974 دانشکده صنعت تاجیکستان را ختم کرده است. او بعد ختم دانشگاه تا سال 1977 در صف ارتش شوروی در جمهوری دموکراتی آلمان خدمت کرده باقی عمر خود را صرف علم و فرهنگ کرده است.